خوبین؟ خواستی شما چی عکس میگیری؟ آره دارم عکس میگیرم برای فالوورام، چون که اومدم اینجا، از وقتی که اومدم اینجا هی دارم براشون عکس میفرستم. عاشق این هوا شدن. آره بارون. آره این یه خورده داری چون ریزه بارونه ما میگیم چله بارون. نیاز خدایی. آقا بهرنگ خیلی ممنونم بابت اون روز که زحمت کشیدین ما رو بردین بومگردی. آره خیلی که من علاقه دارم مثلا به این بومگردی و این چیزا. خیلی من اصلا تو ذهنم هست که همچین چیزی رو بنا کنم واسه خودم، چون قبلا کارم همین بوده. خیلی دلم میخواد. آره اتفاقا من اصلا دوست دارم که همون چیزی که شما میگید من اونجا باشم. اگه کاره خیلی خوبه، عالیه. دارم یه کمک میکنیم حداقل یه چیز خیلی خوب بنا میکنیم. آره اصلا شک نکنید اونجا اصلا رستوران میزنیم فلان میزنیم. آره بابت اون پولم خیلی ممنونم، متشکرم. خواهش میکنم. آره حتما براتون واریز میکنم. بابا این چه حرفی پول خیلی زود براتون واریز میکنم، چون اصلا تلفن بانکم خرابه. نه اصلا حرف نزنی چه عجله میگی. رفتم بیرون حتما کارت به کارت بدم براتون. این چه حرفی هست؟ حرف نزنی شما بابا که جای دیگه هم داریم میریم ها. کشتی که گفتی آره کشتی بزرگ. اون فیلمو دیدین نصف کشتی شکست تو آب بود باش. آره جک اینا بودن. آره اون یه همچین کشتی هست ولی مثلا اون خیلی دیگه بزرگ بود. مثلا آره اینجا یه خورده کوچیک‌تره کشتیش. ولی مثلا همون شما تشریف میارین دیگه. من دارم آمد میکنم. خیلی ممنونم که برامون وقت میذارین واقعا. متشکرم. خیلی مزاحم شما هم شدیم. آقا دیگه هرگز حرف نزن دیوونه. من خودم عاشق گردشم، یعنی فقط دلم میخواد، چون رشتم هم همین بود، اصلا به خاطر همین قضیه همین رشته رو خوندم. خودم دیوانه گردشم، یعنی جایی نیست که من نرم. کلی باید برنامه‌ریزی کنیم، خانوادگی بریم سفر، کلی. حالا میتونه خانواده باشه نباشه که میشه، خانواده زیاد درک نمیکنن که آدم چی میخواد. آدم پاش میره انرژی پدر مادرم زیاد کوی میام بالا میگن ای پاو. آره. خودمون بریم بیتا جون باران جون با هم. حالا بچه‌ها میاره چه ببخشید من یه لایوی دارم باید برم انجامش بدم. با اجازهتون. برن جان چه؟ نه هوایی نگم جو هواییسه. برای خواهی میدونم چی پیلوت کادار بود چه مار کشتی دار بود. چی بودن؟ همده تو اتا بی خدا واده و اجدهی تو حالی که چه واده مرده بودی کشتی اون سی تیمور دوستشیم بود. کی بگوده من بودم کشتی؟ کی بگوده من بودم کشتی؟ راسته بگرسه بوده که به ما گفتی که ما تو رو ببرم توی کشتی، ما شما رو ببرم توی کشتی. هنچی گفتی من بودم تو چه شغل باید دیدی تو پودری دیبرتی ما بسته برمکت هم بودی کارو. آقا من کی بودم کشتی؟ من بگفتم پسر عموی من آدم پولداریسه اما رو ببرده کشتی. من بودم شما باید بشیم کشتی. تو نگودی باید کشتی؟ من نبودم کشتی بودم. اصلا دیبیش اتمام موجود بگن کشتی روی آب، هواپیما روی هوا، دوچرخه سه چرخه، قطار، یعنی هر چیزی که چرخ بداره را باشه، چی آب سر چیزی میرسه چی هوا سر تعطیل. چی داره بگودم؟ پولش دیه نری. من بیتا و باران واسی اگرم 1% بخاطی ماشینو بورم من که خودم کشتی رو ندارم بزنم. با بده دی بیتا باران بگده حاجا خیامت کدن چی داره بگودم؟ من دی چی بگونم آقا من یه حرفی تو زنی چرا فیلم گیره فیلم چی بگونم آقا من دی خانه کفیم چی؟ خانه کفیم بوداری خانه بوداری نمیدن اما خب بس لبخند بزن. شکوفه جون سلام. نه شکوفه جون که خیلی ازشون تعریف کردم، مهربون واگذشت واقعا دلسوز، یعنی من واقعا لذت میبرم. نه لطف شما بالا نه من نشون نده. چرا؟ بچه شب ببینن. نه پس من نشون بذاره بنده نه بیوقتی میشه. نه ای بابا شوقی میکنه خیلی شوقی. آره شوقی میکنه. آقا بهرنگ که تعریف کردم بچه من تهرانم. بله شکوفه جونو خیلی ببینین بچه‌ها، خیلی دوست داشتن. جان ردی میرم وای فدای تو باشم بالا. خب بچه‌ها من میخوام همه جای این خونه رو بهتون نشونم بمونید همین. پشتخانه نشون ده. آره میخوام. گردمش طرفا مواظب باشی. اتاق من نشون خیلی برمی‌خوره. نه اتاق همینو برمیگردم. بچه‌ها
خدافظ دستشو بدین. بای بای. خب الان میخوام ذوق داری، یاد خوشی ذوق داری، من خوشی یاد انرژی داری. نه بیشتر ذوق واسیش. چون خوبه. مریم خانم بارانیه؟ آره. نرخیص میشه. بارون ملسیه واقعا. ملسیه آره بارون. این رادو با قرآن زن ندازین آیا میگم بودرام. حواستون باشه چون رادو با قرآن میزنه. با زمینه ندونی؟ خیلی قشنگ. آغوزداران این چقدر ارزش داره. خیلی عالیه. میگم آقای روشن. بله. حالا میخوام یه صحبتی کنیم با هم. بفرمایید. خودمون حالا تنها این خانم‌ها هم نیستن. آقای روشن چرا تکلیف این زمینا رو روشن نمی‌کنید؟ اتفاقا مدت‌هایی که از زمینه تکلیف مشخص کردن می دغدغه بوسته. چند باران خانم ها بگوتم بیا تکلیف از زمینه روشن نکن. خوره امروز فردا مشخص بکن هر کس خود سرما بسنده. آقا روشن قربون اون شکل ماهت خیلی هم حرف خوبی زدید. مشخص کنیم تکلیفمونو، هر کس چه سهمی میبره مشخص بشه بهتره دیگه. بله. نه اینجوری ارزشش خیلی بهتره. بله. آقا اسفندیار تو چطور اتو با سراپرده دگفتی که از زمین تکلیف روشن نکنیم عشان بفروشیم؟ شما چرا هم وسط مثلا دگفتی به میدان؟ آقا روشن حتما داری شوخی میکنیم با من دیگه. چرا نه؟ خب ما سهم داریم دیگه. چی سهم داری آقا اسفندیار؟ میزن و میزن خاخور دوتا خاخورت اسماعیل خانم میزن پر اون تمام خو ارث و دارایی همه به نام میزن بگوده همکاری هم میزنه هم به تکلیف روشن همینجا نگه دار. همینجا من نوکرتم. همینجا. اسماعیل خان کیه؟ اسماعیل خان میزن پر. خب مادر خانم من کیه؟ میزن عمو دختر. خدا هم با تو بیامرزه. به اینا این زمین از کجا رسیده؟ از پدرشون رسیده دیگه. یعنی از پدر بزرگ. آقا ما ببین من کاری ندارم، ما اینجا سهم داریم. بیا سهممون رو مشخص کنیم. اصلا شما یه کاری کنیم، یه خط میکشیم اون طرف اون خونه اون زرجر این بر بالا ما تیرو تقسیم کردن. چی کی توره؟ چی گفتن داری آقا؟ تو مدرک داری، دلیل داری، بنچاق داری، چی داری؟ اما همون مدرک داریم، همون سند منقول در داریم. تو چی گفتن داری آقا؟ یه سری مدارک هم مادر خانم من داره. خب میشینیم اینا رو با هم نگاه میکنیم. این باقل مدارک داره؟ بله چرا که نداره؟ آقا من کاری ندارم که، ما هم اینجا سهام داریم دیگه. ببینیم مشخص کنیم تمام بشه بره پیکارش. آقا نکنه همین از زنگ عمو دکتر با نقشه به من بس شما رو ایتیتی بسوده باورده ما خبر نرم. من که اینجا اولین بارم اومدم آقا روشن. این حرفا چیه؟ این زمین به این خوبی چرا بلا تکلیف مونده؟ فردا یکی دیگه میاد دست میذاره. نه اتونیه الان که تو اتویگی اتونی به شما بشوشین مدرک باورید شما تمام هر چی دارید بنچاق باورید بینشین بیدن زمین کیشی نواره. بهشت کاری بینا ندارم. این وقت چی کاشتین الان این طرف؟ هیچی بالا سیر اوره که شالکله از صبح تا غروب شالان روزشان روی جغوزت شب اید حمله کنند مردم و مرغلان مردم داد هوا را بجا برمرده فقط مرده اگر بانسی فاش خوری. بوشو بابا حقیقت بگم. حالا ببینیم نگاه کنیم ببینیم چی کاشتی. ببینیم زمینش چقدر حاصل خیزم هست. ببین ارزش داره این زمینی که حاصل خیزه ارزش داره. نشی چی شده؟ صحبت کردم. چه صحبتی؟ با کی؟ با خود آقا روشن صحبت کردم. در مورد چی؟ در مورد همین زمین دیگه، ارث و میراث و اینا. ای وای مگه من بهت نگفتم باهاش صحبت نکن؟ صحبت کردم کار رو به کاردان بسپار. من صحبت کردم. اسفندیار من مگه بهت نگفتم این کارو بسپار به من و مامانم؟ نه دیگه آقا بسپار به من و مامانم که همینطور میخوابیدید میموندم برای خودش دیگه. من صحبت کردم اصلا نگران نره. گفتم که مدارک داریم. گفتم مدارک داریم مثلا کوب کرد. جان روبات دارم همه چی نخل لوبیا چیدی فقط کشک و رشت و سبزی شما بفرید غلم فکرید که قشنگ لعاب بده. خب کاری نداره که میریم بیرون هم خرید میکنیم هم یه گردشی کرده باشیم بگردیم. بریم منم حوبت بوشم خیسه کنم تشمن. بریم منم ماشین رو روشن میکنم. بریم بفرمایید. یادش بخیر واقعا چه ایامی بود.
خانم جان 7 سال داشتی گمانم اما از ایشون هندی با 2 سال از من بزرگتری نه 2 سال بزرگترم گریه کدی خوب پایا فکوفستی تمام از زکنی که خواهم رفیق دیوشن میبوریم گل کدی بیه مامان اما همه خاطرات کودکی هی بنای میبینیشیم بوشه چه دورانی داشتیم آخه یادت بچار در اشکال بازی چی بازی اشکال بازی کدی اشکال بازی اما این بخانه از انگشت پا تا سر چول اما این خسته مونده بگید مشت پلاز را خوردیم یا خودیم کرچه بودیم الان زکن اجر بازی هم نریدید هفسنگ بود منم بالا خونش من یاده دون آجر نیدی تو چوب نیدون سیت چوب زیدن سر پرتقال دید پر بعد بگو بسی دسترسی خوب ایام الان ولی می دختر خیلی دوست داره که زبان انگلیسی به خصوص مامان خیلی حساسیت داره اون امریکا کار بودن داره من خیلی دیار بزنی من او مامان همه رو کشتی که خدا بعد مریم خیلی گپزیم انگلیسی اون خوری یا خود نفر حساسیت بخشده که حتما باید گیرگی یاد بگیرم چند کلمه بالا زیار خود دوستان همه جمع کنه تهرانیانه اوشن امریکا رو گیرگی خدا اصلا خیلی چه حساسه بالا چه بخوری اما همه شایم شما رو موزایی ببخشید واقعا چه گفت خانم مامان اگر بدن چی دستپختی داره اصلا خیلی عالی که مامان ایچی چه کنیم ها ایت غذای چه کنیم چه گفت خانم شما دعوت آشرشته عالیه وا الان چه بودم تا نمیرسم تو بابای من بله سلام خواهش کنم بابا خواهش کنم بفرمایید سلامتی ان شاء الله بفرمایید چای نخوردم شما من چای نخوردم بیا بخور خیلی ممنون آمن درف مزاحم نه بابا اختیار داری حرفا چی حتی من با این که پالی بینیشتیم شما هم بریز بیه دور هم بسی شما رو به خدا شما این خواهش کنم خودت خیلی زنده باشید خواهش کنم بفرمایید چیزه مامو خونده خانم دپختیم دنی یعنی چی رکب بخوردیم دی چی بود چی سرخ بزنه فشا بجوره تو اگه بجایمون بی سویه الان تریت نفت باق نفت بوده آتش زایی ما الان می فشار حسار با اون روی زمین سر نگردم دی چی بود مرا بگو بدین چی ساقا چی سمون چقدر بگفتم می از زبان سرسر فبوز می گولی سرخان پارا با اینقدر بگفتم از زنک به می ایان جادوگرو ان نقشه دارو بگفتی نه بگفتم ان تکلیف زمین مشخص بکن ان ارث میراث مشخص بکن نگودی بیا الان با نقشه اشان با ما ده اشان چی میشه حرکت بگودی که دلشکر با ما ده بابا 2 روز با ما خسکم رای بیسه 2 روز با ما ده اشان دی شوانی نیه اشان دی ریشه بگودن طرف ورزنن خودشان از این نوشن اسفندیار شناسیگی اسفندیار خان بله اسفندیار ما وسط علم برده باخ بگو باید از زمینان تکلیف آن مشخص بکنیم کن زمین ها زمینی که پر بنام تو بگوده وی خواه همه کاری ما خیال کنی تلاف جنیشتی چه زمین چیست اصلا موضوع چیه سند 6 دنگ داره چی بویی تو از زمینه نباید شوی مرا تقسیم بکنیم شاید اصلا با اما هیچ نرسی چی گره بویی بیا لافون بزنیم خانه خود با بسنم از زمینه نباید تقسیم بکنیم تو چی گره بویی کی بود اسفندیار؟ بله اسفندیار نقشه بو همه شگو بخانم گایزی چه بگفتم بفروش بزنیم همه گرفتاری داریم بی پولی داریم بزنیم بگفتی نه عصبیه بکش چی غیب بکنی یک باش زمین شاید بودون نرسه حتی شاید همونه بیرون نکتد بله کم مدرک و سنت همره مدرک منگولو داره چی بویی تو مدرک داره خوب هشنم بردم همون دکتر بود اون نرم بگو که همون دکتر مگه نرم بگه هست هاید نیشته بود همه گنی زندی مگه خوشن کیسه وشان وابد وارس خوشن اربابی ان زمینان همه خوشن ایشون بویه خوشن مالک بیمه فرسه بود دا پوش چی بی خودگاه شانی هرته مگه تو تیرگوی بی خودگاه تو چی مدرک داری زمین کشیم بوشو بعد هوا متوجه ایسی بیا میگه با گوش نگودی زنک با مو تیغابا بودیزی من نقش دنیسیم دارن دنیسیم آن جادوگران چیگره کنه آخر کو کارا بکن اصلا بیا بوشو جواب بده جواب آن زخه نبوده جواب مرا بوده جواب آن همسایه نبوده بله بیا گب گوش نکنی انتی حلقه اصلا بکش خیلی خوب بابا خیلی خوشی تی فشارش بجار گل بابا زیر زبانی بر میگنه
چقدر من بگفتم منه بفرخته بیم ده من ننم اویته به کلکت بس چرا آدم حساب کنی تو بگفتم اون کلکت بس همه یک عقل اون داره اون دنه خوکره چی چکنه من اون روزا به می اوی زمین سرمار دستوازه را گفتی اکل لافان زنیه کاش مونه لافان بزنیم بفرخته می سلام آموزی جان، چطوری با زحمت‌های ما؟ خواهش میکنم. سلام. آقاتون چطور هستن؟ خوب هستن؟ سلام داره خدمتتون. الان لباسا رو عوض می‌کنم میام یه چای با هم می‌خوریم. نه خوابیده، جا پنکار خوابیده. از الان میخوابم مگه؟ او شب زود میخوابه که فردا صبح زود بیدار بشه به کار زندگیش برسه. خب حالا اشکال نداره، فردا صبحانه رو با هم می‌خوریم، اشکال نداره. وسایل فگفتیم تا آشرشه چکنیم. آشره شبید مگه آشره بدر خون چیز نه شبید فگفتی بدی شبید مالی خوبه فگفتی که خوش بریم حیات درون باش او پلیکی تابستون من زبطه خیلی شبید خوش کنی. یعنی نه به حیات درون بنی؟ نه دیگه افتاد بخاری بخاری نه بخاری نه ما همون سیاه نخبه اصلا فایده نداره بخاری سیاه به اصلا نخوره بابا بعد یعنی الان کار زیاده ده زحمت زیاده باید اثر و سر بکنی نه آب هوا نخوری اصلا آب هوا نخوری که شما خانم حتما ای آب هوایی بشه به سلام شیفتم بازم من سر درون نمونگم ام دختر ببخشید شکوفا خانم جا بالا میسر ایت پلیتیان دارید این رفدی میتونی چه خیلی کنی خیمیت پیله هاش چا کنی میده همون با هم داره هم بخوریم مزه داره نه آشپز زیاد چگونه نبایه اصلا ما آشی نیست اصلا آشپز نخورید اصلا دوست ندیدی بالا میسر پس اینجا هم شما بخورید نه بابا می مامان دستوخت تا الان نخوردی دیده اینجور آشی چکونه که اصلا شمی دست و پنجه هم خوردی اونم آره باشه با اجازه با سلامت آره عشان نخوردی ولی یعنی روغم هم این جنه باسو خود آبجی جان شما جای آبجی ما هستی بله صدا بزنش اون برار ما فردا تو این فضای محلی و سنتی حوض کردم یه 2-3 تا تخم مرغ نیمپز آبپز عسلی برای ما درست کنی همینجا آره با شوید و دوغ سر صبح دوغ ما اینجا گاب نداریم که آقا حالا اگه شد شیر محلی شیرم نده اصلا با گاب داشته باشه دیگه دوغ شیر از گاب میکشه این صبحانه محلی اگه جور کنید زیاد سرخ نکنید فقط زیرش تدیک باشه روش عسلی باشه زیر تدیک باشه رو عسل باشه اگه امکان داره دستت در نکن آبجی جان مرسی فرمایشات ببخشید شکوفا خانم بله انگار پلیتیان الان مرا فرید یا فردا باید فگیرم نه من فردا تلابرم دو تا تیانتی فردا آبرم با تیده میرم باشه فرمایشات همین زندگی بچه بکنیم بودشی میامره بفرمایید امری داشتی؟ اومدیم برای اتاق کودک فرش انتخاب کنیم. آفرین اسم چیه دختر قشنگی؟ فاطمه خانوم چه جور فرشی میخوای؟ عروسکی، کارتونی؟ بریم ببینیم چه فرشای خوشگلی داریم. جنساش هم عالی. همکارای محترم سلام بی زحمت به دختر خوشگل ما فرشا رو نشون بدین. یه فرش خوشگل میخواد. فرش کودک؟ بله فرش کودک. خوبی همون حالو خوبه چی یا اونی چون اون فرش فلامینگو یقا فلامینگو با چند نه الان پاشون درست میشه این همجا گام خلبان یا خیلی خوشگله ببین یا بری با مواد با نخورشون با این مامانش خرس بود قبلا بعد میخواست بره بزنه دیدی کارتونه نمیخواست اما چون زیاد نگاه نبودم حالا اینی شو یا عاشق آبه ایتوپولی بابه اسپانجی این دیدی خیلی خوشگله اینا هم که الان من میدونم چو آفرین اسم داشتی آفرین الان مهم نیست تو نگاه بکنید اینو میخوای اونشون لیست بکنید انی خرگوش همیش خور خوبه؟ خوشگله دیگه اینم خروس صبح توق میذارم بعد نیمرو میخورن با هم نمیدونم خوبه خوشت خیلی خوشگله این توتیا یا توی کارتونشو دیدی جنگل میخواست آدم‌ها درختاشو ببرن نذاشتن واقعا توتی نیه اون توتی نیه نه اون خروسه آفرین بذار یعنی بدون اون خروسه اون توتی الکانه این کارتون دیدی مینیو آره مینی یعنی مینیو آفرین اینم که کوکو کارتون کوکو رو دیدی فیلم آره اینم سه تا شده اما خیلی مهربون که ملاحظه میکنید خیلی خوشگله بیاله برو بعدی آها اینم پانده کمپوکار اینم میخوام اینم میخواد دیگه درسته اونم که اژدها است با
اجدا دایناسور اینم که باباش نیست میمون بود نیست شندری میمون نیست. چی هست؟ میمون دیگه؟ نه. گرازه؟ شاید میمون نیست ما چون زیاد دقت نکردیم رو کردیم اما نمیدیم اینا که وجودن داره خروسه اینا دوباره چون روزی چند بار توقع میزنن داره توقع میزنن اصرانه ببارن اینم چاره تو اون شده ببخشید شرایط فروشش چطور هست؟ جنسا رو که میبینین عالیه هم فروش نقدی داریم هم اقساطی. چقدر عالی. عالی. حالا کدومشو میخوای عزیزم؟ اینو میخوای؟ چشم. حالا باش میره انرژی پدر مادرم زیر کوی میام حالا میگن ای پاو خودمون بریم بیتا جون باران جون با هم حالا اون بچه هم چرا دوست نداری تنها باشی خوبه فرمایشات ببخشید شکوفا خانم. بله پیلتیه که الان مرا فایده دیگر فردا بهم. من تو گوش بودی ابرام دیبولم تو گوش بودی ابرام نگیر ابرام. باشه چرا تو کنه؟ اینم خروس صبح توق میذارم بعدی نیمرو میخورن با هم ندادن خوبه باشه خیلی خوبه. این توتیا یا توی کارتونشو دیدی جنگل میخواست آدم‌ها درختاشو ببرن نذاشتن توتی بچی خروسه او خروسه چهره مثل مایه روشن کودرایه خیم کی عاشق بابم کی یکی اشتباهیه تی بسیم در بدر در زنم بالو پر میدی تی وابسته ایور نشی بی خبر تی دل ایتی کسنگه ای دل تی بسی تنگه فقط تی عشقم را دنیا میشین قشنگه تی بسی چشمک زنه جاسمان ستاره بیا که عاشق بیبیم پر بگیریم دوباره من تی خاطر خواهیمه شهید رایمه تو ارتگاهی بشی من تی مره پایمه مره تو بی پانو کن میم را بطانو کن تی دوریم را کره میچوم دریانو کن میم را بطانو کن بستی چشمک زنه جاسمان ستاره بیا که عاشق بیبیم در بگیریم دوباره میچومنم نمبرم تی عشقمی دل کارم هرچی گنایم بابا فقط سر دوست دارم